به هر دو جزمون وقت و صحبتی میدان دوری خدا به گل کنه هر پهلوان رو خوبتر بدونید مردم یک قصد زنید به خاطر هنرنمایی که میدان دوری میکنن سید مختار و حیدر پهلوان جماعت شگنو یک گامی کاری کلان دیگر توفای هر دو پهلوان که معین شد انا همین ترکیب شوف نزی ها گلمی اول گوشت گرید سمندر هر دو بچه رو برای رو جواب که بریزوگی دیگر شد بدون دخالت مربی ها خیلی برو ماکروبان بازار همچون سابقه داره ورزش نفر خیلی محبوبه که هوا توفا رو مسپران این مرد هم در کار همیشگی گشتن ملی خدمت شایسته است اسرائیل نعمتوف ناحیه عبدالرحمن جومی پهلوانانی که در میدان هم ایرج که هم عزیز و هم اسرائیل شما شدید اینجا وقت رفت گیله ها بیشتر نشه و برادران است که من در شاه جایزه طلبگارم و بعد دیگر کشم و کشه های پای در پای نکنید زود زود به میدان بیایید که میرزا جمال از که سعید جلال و خورشید و جهانگیر و ابوبکر یکابی و چند تن پهلوانی که هستند در طبق یک اسب مکافاتی که باز معین میکنید کسی که دعواگری هنرنمایی دارد نه یک میر شریف نظریف طلبگار برای همین مکافات یاری است به همین باشد این بر همین نباشد جو طلبیان تشکر زیاد رحمت کنم وقتی ما رو نگیرن رنگی مشهد شما نزدیکتر بید برادر شما فقط در طبق آدم بوده در کلاس دیگه اون کس موزی نیست سلام باشید رفیق پاکلوری مردم کفو برین در طبق شریف نظریف دعواگر باشد برای اسب شینه نشیند گوشتینگیری دیگر رو انجام یفت برادر ما با مرحله همون اساسی نزدیک میشه رحمت کلان اکن نیه هر یک آدم بخیرش پنج چی دارد دوم با آنها ترینه میشه روخی و مردم تمام منطقه تاجیکستان و مدرس ایراد میگیره که کاری شما در میدان نول این خیلی نکنیم برادر یگان کس تغییر و زورا نکنه میدان زورا نشان میتیه طبق علمی برادر قشنگی کلامشهر شریف نظریف در اسب گرفت کسی که خود طلبکار است اسرائیل جان بیاشتیم در طبق بیا نزدیک همه اسرائیل نعمت و پهلوان محمود انا حیدر و سید مختار بلچون و پهلوان حمدانی محمد رحیم سرخورف گوشتی گیرید ما دیگر قطعی این میگیرم قطعی اون نمیگیرم
خواهش شما در میدان امروز هم مد نظر کرده می شود. به همین پهلوان هست یکان طرفدار دیگر بلکه مرحله نهایی بچکار اینا کی اون راه اکا راهش اونجا دار اکا که کماندر این برادر جشن یک طرف گروه بعد شریف نظری و بعد اسرائیل پهلوانانی که شهرت دارند دیگر نورسورا با میدان دعوت نکنید. با عزیز اگر طلبگار باشد فقط یک کسی دیگر باقی بود. تیز ای مسافره منظری ده شما به ارزشمندترین فرصت سلامت باشی دولت پیری رونید اکای بیلکرون یک محبوب ترین فرد که حالا ما در میدان میبینیم این همین شهیده قلندر است. پرتافتش در دهانه مورد توجه اهل مخلصان تاجیکستان گردید. نمیشمو آدین خان نه تشکر من گفتم نویستم اعلان کردم باید بسید سمانید گرزم ایدرسی که تیدرم تشکر به هر دو به شهیده و پهلوان وسیگی آره بیو که اینجا اینا هاپا ایسی دانه دوزنه میزنه چمبیره مکوشت کنی و دیو ساله سی هر کس نگشت کنه پهلوان شناختنی بخش کدام نام تبگو یک شبگو عزیز اوفا تشکر زیاد سلامت باشید. این دیار همیشه سبزی که پهلوانان برومند رو هم به کمال میرسونند. من از سعی جمال علی مردان رو خواهش میکنم یک دقیقه نزدیک بلندگویت بیایم. خیلی مونه نمیشه که دو سه تا پروگرام که بگویم بما گریبون تگیرم کمربند تالی سر تیمای در بردارم ترتیب هم نیست همه چی در میدان اکنون یک در فایده گشتون ملی و گوهی نیست اینجا گو این نظرهایی که برادرها این چیزا کم کم گوش بگیره جدی یک قرصک زنه بخاطر حیدر و سعید مختار الان دکه کار رنگی دیگر گرفت گردان جهانگیر مجیدوف هم اینجا وظیفه دار است که زود به حیاتی همون بهترین ها پیوندد. علی مردانوف در میدان امروز هم میزبان است برای سعید جمال علی مردانوف رو به خاطر قدرشناسی کیاسبش این باعث نگرانی پهلوانان و مخلصان سرشمار گشتین ملی شد و کمیته تدارکات هم احترام و هنر پهلوانی میزبان رو قدر کردند. این تحفه عنعنه ملی سنتی جامعه با پهلوان دوست داشته تاجیکستان تقدیم می‌گردد. امیدواریم که آسیبش هر چیز زودتر شفا می‌یابد و باز هم در میدان‌های دیگر البته بعد از ماه مبارک نو رمضان شما برمیگردید و هنرنماییتون برادرای عزیز انا کار اندک نظامش یافت. السلام علیکم. Ana ki kapatar anca kapatar akaye ufar
ورزشگری خیلی شناخته ازبکستان محسن هنرنماییشان خیلی افضلی و باز هم نفوذ بالاتر هم داشتن. بسیار انسان‌های زمین و خاکسار و زحمت پیشند، هم جهانگیر و هم خورشیدگیر است. و افتخار برادران هم خورشید و جهانگیر مجیدوف یک کفگوی صمیمانه ما و شما در اشتر همچون مدعی میدانداری دارد. مهمانا هر کسی که خارج و طلب داشته باشد مرحبا میدان از زلیر عزیز و حسن حسین اینجا بید و شریف نظریف و بعد فرصت معرفی که گفتیم با میدان میبراید با همراهی اسرائیل. سعید افتیده بودیم به هر دو برای بکرار توفای مشرب حاجی مشرب هم هر دو با مشورت یکدیگر از میدان نتیجه دلخواه به دست نآوردند. با نفران دیگر کنوزمایی میکنند. تشکر سعید مختار، تشکر حیدر.